سلام. از عکس‌ها و فیلمایی که تا به حال از شروع کار مهدی پس ندیدین رو ببینین. و وای حاجی، یه دونه چنل من دارم، حتی رفیقام هم نمیدونن که اون چنل رو من قبل از مهدی پس داشتم و روش یه سری محتوایی تولید کردم که تا الان بهتون نشون ندادم و چون ایمیلشو گم کردم نمیتونم برم فیلم و عکساشو پاک بکنم. فقط تنها خواهش که دارم اینه که آقا اگر من گوش کن آقا جان، اگر من این رو نشونتون دادم هیچ ویدیویی از این چنل و ریاکتی که میخوایم به این چنل بریم جان مهدی تو رو خدا بیرون نیاریم. یعنی انقدر افتضاحه اون چنل، انقدر فجیحه، خیلی بده. حالا شما بگین کماد یا سرزمین مادری یا مرگ، چی میگی آقا؟ چرا من الان اینو خوندم؟ شما بگین که اول بریم سراغ اون چنله یا اینکه اول بریم سراغ این که مهدی چجوری با چه امکاناتی شروع کرد و جشن 200K عشق میکنی یا نمیکنی؟ نه داداش من هدف 100 تومن نیست، هدف خیلی از این پایین تره. ما هدف آقا 100 تومن بذاریم. من یه چیزا داری میگی یا آقا من اصلا نمیتونم چتو بخونم، انقدر داری زیاد چت میدی هیچ کدوم نمیتونم بخونم. چنل چیه؟ آها اول آلزایمر گرفتم. میگم چنل چیه؟ اول بریم سراغ چنل. پس وای آقا قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ چنل، من چی مهدی لخ شو؟ چرا من لخ شم؟ چرا 2 دقیقه از هنوز اومدیم؟ آقا قبل از اینکه بریم سراغ چنل، من واقعا میخوام دعوت کنم از یکی از رفیقای 7 ساله من که واقعا اگر این فرد نبود، من به جدی دارم میگم بدون هیچ پاچه خاری من شاید به این جایگاهی که بودم نمیرسیدم و خیلی بودنش توی کار من تأثیر مثبت داشته. همیشه شده از کار و زندگی خودش هدف خودش بزنه به خاطر من و همیشه بوده. آقا دعوت میکنم از آقای میلاد قفاری. آقا 200 سایت مبارک. قربونت بشم داداشم، قربونت برم داداش، خیلی واسه من زحمت کشیدی آقا میلاد. این همه سال زحمت کشیدی رسیدی. مرسی. فقط دوربین داشتی پدرش در میآوردی کادر رو به هم زدی. همین الان برو گم شو بیرون. خب یا اول فصل آقا یه جوره یه سری از رفیقاتون رو باید بکشی متاسفانه یه ذره پیش فعاله ایشون. ندارم بابا. خب سلام. من نمیدونم ما ریمیتمون کار نمیکنه یا اینکه کلا دونیتی نداریم، این رو نمیدونم. خاک تو سرت کنم. چرا؟ چون اون سایت رو چیز 5 دقیقه‌شو آن نکردی. بدو سریع انجام بده تا بعد واسه بچه‌ها صحبت میکنم. همیشه یک ریدنی در کار بوده ولی خب ما چشم پوشی کردیم آقا میلاد، درسته؟ من یک سلامی عرض میکنم به آقای علی قفاری، خیلی به ایشون پدر مثل پدر بنده میمونم، پدر ایشون هستن. اما ببخشید اگه شوخی کردیم و اینا، به بزرگی خودتون ببخشید. پسرتون دیگه اینجا یه ذره داره اذیت میکنه. بادا دیگه دیر شد، مخاطب رو علاف کردی. من گفتم به خدا به این کارو نکن. گفتی نصب رو منو یادم رفت. الان چی شد؟ درست شد. الان چرا اومدی اینجا؟ نه داشتم درستش می‌کردم. آقا گفتن بچه‌ها بریم سراغ چنل. یه چنلی هست میلاد، تویی که رفیق 7 ساله منی واقعا ندید. رو ایمیل اصلیت هم نیست. اصلا یه ایمیلیه که نمیدونم چیه. عالی شد. دیلیت شده و الان اگر ریاکشن بریم، من بهشون گفتم ویدیو در نیارین. در نیارین، اول فضی در نیارین چون خیلی بده. وای یکی از ویدیوها من با حسینه. حسین جان آورود رفت داداش، آورود رفت. آقا میخوام برام چنل رو باز بکنم. من میخواستم از عکس شروع بکنم حقیقتا. از عکس شروع نکنیم. بچه‌ها که دارم میگن از عکس شروع نکنیم. ابوالفضلی آقای علی دلیری عشق منی داداش، دارم چت‌ها رو من میخونم. آرژی عشق منی. یه قفاری چی شد؟ قفاری امید چنل مایی.
کی نوشته اینو؟ اینا آقای کی علی نوشته؟ دلیری این مطمئنم پدر شماست. نه پدر خودت اسمش علی. و یعنی هیچ کس از تو تعریف نمیکنه. آقا من میخوام برم سراغ کامنتو بذارید اینو که بدونه که با منید. یه لحظه دهنتو ببند دوست عزیز. وای حاجی تو وای این میشه نریم داداش هنوز میشه اول از عکس شروع کنیم؟ تو رو خدا حاجی من خیلی معذبم. شما بی زحمت اول رو استریم چون بچه‌ها نمیبینن این قصه. میدونم نمیخوام الان فعلا ببینم این قسمت. من دارم صحبت میکنم هنوز باهاشون که قبول میکنید آیا که اول بریم سراغ عکس. همه بذارید عکس بریم. آقا بیا خیلی منطقی تره. شاید اصلا کار به چنل نکشید. نه دیگه اوضاع بیخت، همه میگن نه. آیا قبول دارید؟ میگن نه همه چنل. بابا ببین تو به تو چه ربطی داری میگی بهشون؟ من نمیگم، من دست میگم بگو. یکی این وسط میگه لخ شو. لخت منو میخواد چیکار؟ دیگه آقا میگین چنل دیگه. نمیخوام آقا من نمیخوام چنل رو نشون بدم. میلاد جان خب بذار من دیگه بیارم دیگه. بریم حالا اینجا نگاه کن. اینجا بریم یه برنامه ببینیم. خب دوستان عزیز و گل بنده، وارد خوشگلی های دنیا شدیم. آقا میلاد اسم این چنل مهدی. خب حاجی فقط امیدوارم یوتیوب حذف کرده باشه. علیزاده است. علیزاده مگه فامیلی من علیزاده است؟ نه. چیه من علیزاده است؟ دقیقاً 7 سال رفیق منی. فامیل پدری من، مادری من، عموی من، خاله من، عمه من. دومی زده علیزاده، گفتم شاید علیزاده است. آقا تو رو اول فاز آقا صبر کن یه لحظه دوستان. دیدی تو دهن اومدی بیرون. آقا اسم نمیتونم بگم. خب آقا میشه نریم؟ بذار بریم. نه بذار بریم دیگه، اذیت نمیکنم. آقا میر یه چنل بود خدا وکیلی آقا در نیاری. مهدی مووی کیه؟ مهدی M2. وای دو دارم خودم حاجی. نه برو. نه حاجی عکسمو نگاه کن تو رو اول. پس این بود دوستان. اصلا آیدی ما یوتیوب بی پدر عوض کرده خودش. آقا به تو چرا؟ تو هیتری؟ تو کی؟ من آقا چنل نشون نمیدم اصلا. نمیخوام نشون بدم. مهدی M2 چی عکس روح حقوقا من گذاشته. بعد اون موقع به نظرم این عکس حاجی خیلی جذاب ماورا و طبیعی سینماتیک بود، ولی الان که دارم نگاه میکنم اصلا اینجوری 30 تا ویدیو گذاشته بودم توش میلاد. مهدی خان چند تا ویدیو داره؟ مهدی 200 خورده ای داره. 38 تا. مهدی خان 38 تا ویدیو داره. من اون چنلی که قبل از مهدی پس داشتم 30 تا ویدیو داره. برم نگاه کنم. وای حاجی 16 تا ویدیو 32 تا سابسکرایب داشتی. وای حاجی وای یه دونه ویدیو ساختم نوشته کوروش جوابمو داد. من همینا پیام میدم کوروش جوابم نمیده. نمیدونم چه جوری اونو زد. این تایتل زده بودم یعنی خار مادر کلیک بیت بودین. بعد یه چیزی تا الان این هم که مثلا 200,000 وای گرفتی خفه شو. وایسا خفه شو. 5 سال پیش که گذاشتی 75 تا بازدید. یعنی هیچ، یعنی از بر اساس عکسی که ازت دیده بود، ویدیوهایی که مثلا کریر تتلی و این اون ساخته بودی، خب چهرهت همین شکلی بود. هیچ کدوم اینا رو هم ندیده هنوز. فشارم افتاد دارم اینا رو میبینم. این کیه؟ حاجی واقعا بچه‌ها این ویدیویی که دارین میبینین اولین ویدیوی من بود. از فورتنایت گرفته بودم گذاشته بودم و این ادیتش 3-4 بار طول کشید. نمیدونم چرا. ادیت این ویدیو 3 بار رفت از اول. نمیدونم واقعا چی شد. حاجی من میخوام یه دونه ویدیو بذارم. یه سوال من بیا پایین. این تامنیلش چرا اینجوریه؟ آقا دستتو بکش. چرا تامنیلش اینجوریه؟ دستتو بکش من ببینم چیکار کردم. کی رفتی دزدی؟ حاجی وایسا. من وایسا تو رو خدا. کوروش جوابمو داد. چه ویدیویی بود من درست کرده بودم؟ اول فصلی میخوام نگاه بکنم. 4 سال پیش خوش اومدین به یک ویدیوی جدید. تو این ویدیو قراره که ما هم دیگه بریم توی اینستاگرام به یوتیوبرها پیام بدیم و در آخر ببینیم که جواب ما رو میدن یا نه. پس باید جوری پیام بدیم که اینا جواب ما رو بدن. اما اینو بدونین که وایسا صداشو واسه شما باید زیاد کنم. آره زیاد کن. وایسا صداشو بده واسه شما زیاد کنم.
کره خاکی هیچ یه بار کی دیگه نشده از که اول نگید. سلام و خوش اومدین به یک ویدیوی جدید. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم توی اینستاگرام به یوتیوبرها پیام بدیم و در آخر ببینیم که جواب ما رو میدن یا نه. پس باید جوری پیام بدیم که اینا جواب ما رو بدن. اما اینو بدونین که در این کره خاکی من هنوز هم نمیدونم چجوری بعد به کوروش زرندوز پیام بدم که جوابمو بده، ولی اون موقع میدونستم. خیلی جالبه. خب بس برگردیم به 4 سال پیش به نظره. اون 5 ساله زده بود 4 سال، ولی حافظت 5 ماهیه سال کلا. نه 2 دقیقه پیش 5 سال اون نوشته تهیه رو بود. زده بود، زده 4. چجوری زده بود؟ میخوای شرط بندی کنیم؟ برو این زده 4. خفه شو. هیچ کی نشده که جواب من ندید. من امروز حداقل یکی هیچ کس نشده جواب منو نده. گنده گوزی. هیچ کس نشده جواب منو نده تو اینستاگرام. من همین الان به رفیقم پیام میدم جواب منو نمیده. اینا رو به حرف میاد. حتی به غلط مطمئن باشی. پس تو به غلط اون موقع حامد بهتا گفته بود؟ 5 سال پیش حامد بهتا گفته بود حتی به غلط؟ آره. یا من زودتر گفتم؟ من زودتر گفتم بنویسیم مهدی زودتر گفت. به حامد بهداد دایرکت بدین بنویسین مهدی دو نقطه. من اون موقع گو می‌خوردم. بزنیم بریم سراغ ویدیو ببینیم که اولین نفر کی میتونه باشه. آقای تهیه کننده اینا چی نوشتی؟ آها اوکی. حاجی هیچ کس پشت دوربین نبود. هیچ کس پشت دوربین نبود. هیچ کس پشت دوربین نبود. یه پنجره بود. تو عکس بهتون دقیقاً همین ستاپو نشون میدم. دقیقاً ببین حاجی ولید، ببین چه نوری درست کرده بودم. نوری که رو صورت منه توسط 2 تا جعبه کفش داشت تابیده میشد با پایه هایی که با جعبه ماست درست شده بود. همه رو بهتون نشون میدم. اول آریا کیوکسه، نفر اول آریا کیوکسه. خب از اونجایی که تو زمینه گیم خیلی فعالیت میکنه آریا خدایی دایرکت اوکی. ما میخوایم یه سوال گیمینگ ازش بپرسیم. از همون جایی که میدونی بازی سایبرپانک جدید اومده هست، ما میریم اولین سوال در رابطه یه بارم بازی نکردم، سیستمم قصی بود 2 تومن گرفته بودم. میگم چجوری با 2 تومن سیستم جمع کرد. الان دقت کردی هر کی میاد بالا میخواد سیستم خفن داشته اونا باشه، هم توضیح میدم. این بازی بپرسیم. توی این ویدیو ایده های بابا زر تو بزن دیگه، چرا زر میزنه؟ پیاماتو بده گم شو دیگه. میگن همون فرازمینی هایی ساختن که اهرام مصر رو ساختن. راسته؟ حال چی زر زدم؟ آقا سایبرپانک میگن همون فرازمینی هایی ساختن که اهرام مصر. من بودم اول فصل جواب میدادم، به خودم من بودم جواب میدادم. خدایی با عقل ناقص اون موقع هم درست نوشتم. خدای ایده ها بوم. سایبرپانک رو میگن همون فرازمینیایی ساختن که اهرام مصر ساختن. درسته؟ آره درست. بچهای چت عشق تموم کنیم ویدیوت خیلی خوبه، داشتم لذت میبرم. خب بریم اول کوروش جواب داد یا نداد. شرم چیزی میگن شدم، یه شرمی شدم. آقا برو من میخوام ببینم کوروش جواب داد یا نداد. آقا میشه بریم اول فضلی؟ بابا نخند، دهن سرویس ها نخندین. شما گفتین برو چنل باز کن. آقا من نمیرم اول فضل. اسم چنل مهدی MTW چی بود؟ آقا میشه یه جوری ایمیل رو چی هک کرد پاک کرد؟ ویدیوها جذاب نمیکنه. نه جدی دارم میگم. بچه‌ها برید از ویدیوها ریلیز بسازید، پاک نمیکنه. خب آقا برو ایفوت میشه نریم چنل دوباره ببینیم. میگه نداش خوب. یه سری گفتن نه، 2 نفر گفتن نه. ما الان 584 نفر داریم. اون 2 نفر یکیش کوروش زرندوز بود، یکیش آریا کیوکسه. چون آریا رو که میدونم میتونه پیام بده، ولی کوروش بریم گیم. آقا چی میگی؟ بذار بابا وایسا، من یه ویدیو دیگه ابوالفضلی بهتون نشون میدم. وای ویدیومو با حسین بهتون نشون میدم. حسین از همون اولم استعداد داشت برخلاف تو. من و حسین کانکتیم داداش، کانکت تو همین. وایسا آقا ته این ویدیو به کجا میرسید؟ فکر کنم هیچ کس هم جوابمو ندادش آخر سر. واقعا آقا دلتون. خب یه سوال دقیقاً تو این ویدیو ببین به کیا آریا رو پیام دادی، کیا رو بهشون خدایی چه لوگویی زده بودم. قبول داری یا نه؟ قبول داری؟ آقا خدایی اسمم بهتر از مهدی پس بود. مهدی ام2 از مهدی پس بهتره.
خدایی 32 تا و 49 تا ساب نکنین این چنلو، ساب نکنین، ساب ساب نکنین، 50 تا شده باشه من ساب بندری نکنین میزنم. اینو ساب نکنین، ساب نکنین این 32 تا چنلو. بود شد این 49. اینستاگرام داشتم من اون موقع، این اینستاگرام داشتم. آجی آیدیتو ندازن. چی میذاشتم توش؟ نه این پیج همونی بود که پرید. نه یه اصلا 53 نفرم الکی فالو کردن. کیا بودن؟ داش نمیاره ولی لاگین کنیم این استا. آقا شد الان 50. بابا 54. خیلی کثافتین، آی خدا. آقا واقعا خیلی کثافتین. من گفتم این کارو نکن آقا، من گفتم این کارو نکنین. من نگفتم نه ویدیویی در بیاد، نه امیر پس 21 برم ساب کنم و حاجی، دونیت همو بخون. دونیت مگه کردیم بچه دوستان؟ بچه دونیتتون رو من ندیدم. اینا الان نه بیا یه بالا. نفر دونیت کرده، دونیت اومد رو صفحه بچه ها، من ندیدم. داشت مهدی مبارکه، عشقم آقا مهدی دل به دل را داره. به جز مهدی هم تو آقا در نیارین ابوالفضلی، عجب آدمایی هستین. گفتم نکنین این کارا رو. خب ویدیو حسین قرار بود ببینیم دیگه. آقا نگاه میشه یه افنجیه بزنم؟ بابا نکنین آقا، وایسا. مریضین هشت. مریضین. میگم نکن آقا، چرا اینو فالو میکنی؟ اصلا من نمیتونم ویدیویی روش بذارم. نه آقا همین آقا یوتیوب الان کرکوپرش میریزه میگه چنلی که چند سال خوابیدن. نکن آقا. این ویدیو 4 سال پیش نکن. دیدی یه ویدیو؟ برو عمر بذار من من ببینم. ویوشم رفت بالا پشما. کوروشونه اگر حداقل این استریم رو میبینی جواب اون اکانتمو بده. نه حالا معلومه چرا. جواب اون اکانتمو تو اکانت مهدی پس خب، لطفاً. حاجی وای یه دونه ویدیو رفته بودیم سوتی های صدا سیما با حسین بودیم فکر کنم سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. امروز میخوام بریم با هم دیگه سوتی‌های صدا سیما رو با هم دیگه رصد کنیم، ببینیم دارن چیکار میکنن خلاصه توی صدا سیما، دارن چه غلطی میکنن به صورت خلاصه. حسین انقدر خجالت داره میکشه، داره یه قولنج میشه که این 20 سال منو شاید من اومدم قهوه خونه شرمنده بگن دارن چیکار میکنن، چی رد و بدل میکنن، این همه سوتی میگن. ببینیم چی هستن با این استایل. البته با این استایل میخوایم ببینیم بالا سرتون در نیارم، لایک و سابسکرایبتون نره. امیدوارم از خوشتون میاد. بریم سراغ ویدیو. خب حسین چرا هیچی نمیگفت؟ حسین داشت قولنج میشه، استرس داشت. بگو چرا من اینجا خندنه این داره میخنده تا اصلا اینو وقتی ریاکت میرسی، وقتی ریاکت مود نبود چی؟ کورسه کنسرته این ما میخوایم الان براتون برگزار ولی کنیم. حسین واقعا کجا رفتی؟ بیا بیرون. وسط لایو کردی تو گوشی؟ مخاطب داره تو رو نگاه میکنه. من دارم جواب مخاطب میدم. مخاطب جوابشو تو دوربین باید بدی. مخاطبای عشق. تو مهربان مودی این کارا چیه؟ میگه مهدی من قبلا این ویدیو رو ازت دیدم. بابا نگاه من کن. واقعا اشتباه کردم اینو بهتون نشون دادم. احمد اوه لینک اینو من دیدم. من قبلا اگر اینجوری هست من اصلا دیگه نمیدونم. معذرت میخوام. دارم میگم جلو حاجی کم شده و تو اسکاپ شما رو بدیدن نیمه دوم دعوت میکنن، مسخرهش در بردن میدن. چی میگی؟ نفهمیدم. چی شد؟ اینجا بمیدی بدی بمیدی بدی. چرا من حاجی خیلی لهجه مازندرانی بود الان که دارم تازه توجه میکنم. من توجه نکردم. پلی کن. چون تو کلا نفهمی. پلی کن. نه دیگه گذشتش. من خب من 7 سال بعد رفیقم، چرا تو اون 7 سال ندیدم؟ داداش یه لحظه خفه شو. مرسی. ای با ترکیده ایبورد بالای دیگه. سلام، من خوش اومدین به یک ویدیو جدید. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم بمب خونسا کنیم. اسم بازی رو نمیدونم، یه حدود حاجی حسین خونه نیست. خب خدا رو شکر. اگر حسین خونه بود نمیذاش ما این ویدیو رو بگیریم. نگاه واسه فقط اس داشتش. این بازی کلا حاجی باورتون میشه خودم ادیت می‌کردم؟ مثلا من یه نفرم میگه یه طرفی کلا به مانیتور دید نداشته باشه، بعد باز خدایی ادیت ویدیو داره، بعد رد و بدل کردن اطلاعات و اینا باید اون بخونزه کنیم. حالا چه جوری این اتفاق میفته بعد بریم جلوتر. گوشی J7 2016 گرفته شده. نه
الان من آلفا 7 نداشته باشم والا من با اینا شیائومی پوکو یوتیوبر نمیشم. ویدیو رو ببینید، امیدوارم که از ویدیو خوشتون میاد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه بریم سراغ یه چشمکی هم همیشه میزدم، همیشه خدا یه لحظه هست اینجا نکنه، همیشه خدا یه چشمکی اینجوری میزدم، بعد ابروم هم اینجوری نه اینجوری خب خیلی زایه آقا من نمیدونم چرا میگن تو لایک من میگن پک اوپنینگ باز یه چیزی رو میدونم، چیا اینکه اگر اون موقع زایه بودم الان نیستی. الان هم میتونم زایه باشم برای 5 سال بعدی خودم. متوجه شده چی گفتم؟ خیلی سنگین بود ولی در حد سواد من نبود. میدونم بالاخره کسی که لیسانسشو بعد از 4 سال 5 سال 6 سال گرفته همین نگرفتم هنوز نگرفتم. آقا این بازی کثیف رو تموم بکنیم. نه دیگه من خود تازه خوشم این اومد. بازی کثیف رو حاجی اگر واقعا رسونده باشیش به 100 تا ساب این چنل مال من. واقعا ادامه نخواهیم داد. وایسا برو ببین. وای پشمام 139 بسته آقا ول کن بکش بیرون از این 20 صاحب. اون موقعی که ما 130 آقا بکن 140 اون موقعی که من داشتم 140. دهن خودم 140 بنازم. اون موقعی که من داشتم دهن خودم رو سرویس میکردم هیچ کس نبود که یک فالو و یک ساب یک لایک بکنه. الان حالا که اصلا یوزر نیم پسورد ایمیل رو نداریم الان داری میری فالو بکنی که چی؟ یعنی مثلا بری من بخندی دیگه بری من بخندی من همین الان لختم بشم شما میخندی. آقا این چنل مال من داری یه کار ناموسن اگه یه کاشه چیکار میکنی؟ فقط آبروم داره میره، یعنی هر لحظه که از این استریم داره میگذره داره بیشتر آبروی من میره، ولی نزدیک یک شدنه. 900 تا دیگه مونده. 32 تا من فکر کنم الان اگه برم پایین سلام میگه سلام و خوش دونیت میاد. آقا رادیس 40,000 تومن سلطان قلبم چی نوشتی واسم؟ آقا دونیت میکنی حتما بنویسین. چرا دونیت خالی کردی الان؟ آقا پایینش هم یکی دیگه کرده بود. اوه میکا خانوم 250,000 تومن 200k مبارک عزیزم. مرسی از شما میکا خانوم. فقط من نمیدونم چرا این پنل استریم موتور طراحی شده که من فقط میخوام گوگل بشیم مدرنشین نمیده. میکا خانوم مرسی متشکرم. من به نظر شما عموسام رو میتونم امشب ببوسم؟ اگه بچه‌ها من پیشونی عموسام رو میبوسم اگر ما هدفمون پر بشه. حاجی یه چیزی بریم عکس رو ببینیم دیگه. بچه‌ها میگن آقا واقعا به دل مهدی نشکنیم بریم عکس رو ببینیم. یه چیزی من می‌خواستم بهتون بگم بعد بریم. خب یه توضیحی حاجی من راجع به سام صابری و شخصیت سام صابری بدم. اینکه شما خیلی از چیزها رو نمیدونید. اینکه یک آدمی رسیده به این نقطه قطعاً پشت پرده این رسیدن به این نقطه 1 میلیونی شدن عموسام انقدر داره میترکونه چیزایی بوده که شاید بازگو نشده یا صلاح دونسته نشده بازگو بشه یعنی. ولی من میخوام واقعا بگم یه بار واسه اولین بار، یعنی من واسه خودم میگم کمکی که سام صابری به من کرد زمانی که من مهدی پس بودم اومدم تهران. شاید فکر کنم دقیق نمیدونم اولین کسی که من دیدمش و باش ملاقات کردم و قرار گذاشتم سام صابری بود و آره خیلی هاتون نمیدونیم ولی من از سام صابری خیلی چیزا یاد گرفتم. و اینکه این میکروفونی که من دارم، این کارت صدایی که من دارم و شما نمیبینین و عموسام واسه من سفارش داد و اینو من اولین بار دارم میگم. هر آدمی که میبینید توی سوشال مدیا معروف شده 100% بدونید دل بزرگی داشته. سام صابری از اون آدماست که آقا کمکشو میکنه واسه حتی کسی که آقا من مگه مثلا رفاقتی داشتم واسه سام صابری واسه من کاری کرد، نه دلی بود آقا، کارش دلی بود. من با عموسام ارتباط گرفتم، با هم دیگه رفتیم بیرون و همون شبی که برای اولین بار من با عموسام رفتم بیرون که با هم دیگه صحبت بکنیم اومد هم میکروفون رو به من داد هم کارت صدا رو به من داد. شما کدوم یوتیوبر و استریمری رو میشناسین که برای شوآف
کار خیر یا کمکی رو انجام نداده باشه و کرده باشه، کمک رو کرده باشه ولی نیاد بگه. تا الانی که من این رو به شما نمیگفتم شما همچین چیزی رو نمیدونستین. فقط خواستم بهتون بگم بدونید یه سری از آدم‌ها اگه به جایی میرسن قطعاً دل بزرگی داشتن. همین تموم شد و حتی توی یکی از رشت. فیلماش هم دیدم خودش یه آن پول زد به حساب طرف بنده خدا بره مثلا میکروفون بگیره. حاجی خیلی دل بزرگی میخواد واقعا. من یه بارش من اگه بخوام اعتراف بکنم واقعا اگر من جای سام صابری بودم و یه کسی مثل من باش ارتباط میگرفت شاید این میکروفون رو واسش نمیگرفتم، ولی بدون چشم داشتی این کارو کرد و هیچ جایی هم بازگو نشد تا همین الان که راحت بهت بگم شاید 3 سال از اون تایم میگذره. از ولاگی که من با سام صابری اولین بار گذاشتم میتونی تایمشو ببینین. اون ولاگ اولین باری بود که این اتفاق افتاد. آقا میخوام برم میخوام خیلی چیزا رو بهتون نشون بدم. میخوام از سختی‌های خودم واسهتون بگم و اینکه مهدی پس از کجا شروع کرد، با چه امکاناتی. اینکه من یه چیزی رو حقیقتا دیدم توی استریم امیرایزت اون تایمی که خیلی راجع به این داستانای یوتیوبرها و اینا بولد شده بود موضوع که درآمد اومده پایین و اینا. خدا رو شکر من همچین مخاطبی ندارم که این جمله رو بگه و تا حالا همچین فیدبکی نگرفتم، ولی این جمله که واسه امیرایزت اومدن گذاشتن که گفتن آقا یوتیوبرها پول مفت میگیرن، این به من مهدی پس نمیچسبه. ولی یه چیزی بگم، من کاری به بقیه ندارم، ما قطعا هر کسی توی این کار سختی کشیده، ولی من میخوام بگم و با دلیل و سند و مدرک واسهتون ثابت کنم که چرا دارم این ادعا رو میکنم و من از کجا شروع کردم. آقا اینو کامل میخوام بهتون بگم، چون 100K همه شدم من اینو حقیقتا نگفتم، چون گفتم جاش نیست، جاش نبود، ولی الان حس میکنم جاشه، موقعیتشه که این حرفا و این چیزا بازگو بشه، حداقل واسه شمایی که شاید یکی از این 400 نفری که داره این لایو رو میبینه دوست داشته باشه کارش رو استارت بکنه. و قطعا مطمئن باشین هر محدودیتی که دارین از زیر صفرین، خدایی نکرده پدری ندارین مادری ندارین، میشه بهش رسید، فقط باید عاشق کارتون باشین. خب من یه چیزی بگم، در کنار اینکه گفتی بچه‌ها مثلا کامنت میذارید که آقا مثلا داره پول مفت میاد، خب چون کار بک استیج کلا من انجام میدم واسه یه سری از بچه‌ها انجام دادم، واقعا چیزی که فکر شاید به طور مثال واسه یه ویدیو کاری نرم یه پول ناچیزی بمونه برای یوتیوب، چون واقعا ادیتور هست، فیلم بردار هست، صدا بردار هست و خیلی دیگه، یعنی واقعا میتونم به شخصه بگم اصلا چیز زیادی نمیمونه برای یوتیوب. من و اینکه یه موضوعی رو راجع من حتما بدونین، اینکه من حتی تو زمانی که RPM اوکی بود و این مشکلای یوتیوب نبود، پروژه هایی میزدم روی مهدی خان که شما هنوزم میتونین بریم ببینید که حتی نصف پولش هم در نمیومد و هیچ وقتم نمیومدم به مخاطب من بگم آقا مثلا پول پروژه من در نیومده. من خودمو دارم میگم و خودم به شخصه رو دارم میگم. و آخه چرا آخه مثلا واسه مخاطب من باید مهم باشه این موضوع؟ مگه مثلا اگه یک کدوم از مخاطبای من، این همه من مخاطب دارم، یکی از این 200,000 نفر نون شب نداشته باشه، مگه حتما میاد به من بگه که مهدی پس کمک کن به من و من میتونم مگه مثلا کمکی بهش بکنم؟ شاید من بتونم کمک بکنم آقا، شاید در حد خودم بتونم به 5 نفر کمک کنم، 10 نفر کمک کنم، ولی نمیتونم به 200,000 نفر کمک کنم. پس قطعا شاید من از این 10 نفر انتظار داشته باشم که کمکی که کردم بهم آقا یه کمکی بکنم، فردا یه سلامی بدم. ولی از اون آدمایی که بهشون کمکی نکردم چرا باید انتظار داشته باشم که به من کمک بکنن؟ توی این موضوع بعد اصلا درآمد من چرا باید مهم باشه واسه مخاطب؟ داداش اون تایمی که این مشکلا نبود پروژه زدیم آقا، درم نیومد، کارمون رو کردیم، الانم همونه، تموم شد و رفت. فکر این چیزا هم نکنین. هر کسی هم که هست به خاطر عشق به مخاطباش هست و نگران این موضوع نباشین. میخوام برم بهتون نشون بدم مهدی از کجا شروع کرد. استریم آقا جان، آقای غفاری، اسمت چی بود؟ اسمم؟ آره اسمت چی بود؟ آقا حاجی این عکس رو تو دیدی یه بار؟
آره این عکس‌ها رو تو دیدی یه بار ببین. اینا رو ندیدم ولی اینا رو دیده بودم. این دکوریه که من داشتم و توی ویدیو دیدین همین الان. تو ویدیو اول نبود ولی تو وسط ویدیو اون رادیاتوره دیگه معلوم بودش. ابله از همون اول همینجا من نشسته بودم. ولی الان تو این ویدیو نه چی زدی؟ شیشه. آفرین. آقا حالا نگاه کن چی من ساخته بودم واسه سافت باکس. پایه سافت باکس رو بگیر. یوتیوبرای الان من حتما باید پایه سافت باکس داشته باشم، سیستم گیمینگ داشته باشن. حاجی این پایه رو من 5 تا دبه ماست رو هم دیگه گذاشتم. چرا طرف من داری تکرار می‌کنی؟ آدم دبه ماست اینا. من گفتم شعر حفظ کن. آره. دبه ماست رو حاجی. و جگرت. یه موضوعی که بهتون میگم، من از همون بچگی ما خیلی سال حاجی مستاجریم و واسه کسایی که نمیدونن، من حقیقتا حالا یه داستانایی پیش اومد و اینا که حالا خیلی نمیخوام راجعش صحبت کنم، ولی از همون شاید 1 سال اول 6 ماه اول به دنیا اومدنم بدون پدر بودم. یعنی فقط با مادرم بزرگ شدم و داداشم. همین این ستاپی که دارین میبینین، من خودم با مادرم کمک کردم، مادرم با کلی ذوق و شوق که ما این دبه ماستر رو بچینیم. و این سافت باکسی که دارین میبینین، من روی ببین چه میزی شروع کردم میلاد، روی میز ناهارخوری، صندلی ناهارخوری میشستم. حک دیجیگال. این دیجیگالا چی خریده بودی؟ الان اینو گفتی که چی مثلا؟ الان مثلا اسپانسر نیست آقا. دیجیگالا اگه یه 100,000 تومان بده. 100,000 تومان. 100 تومن هم 100 تومن. 1 تومن هم 1 تومن است. آره. آره حاجی. بعد کیبورد رو نگاه، کیبورد کاملا اداری. من هنوز همین کیبورد رو دارم حاجی. هنوز همین کیبورد رو دارم. دقیقا همونه. کیبورد خریدم دیدم فقط فارسی نداره، گفتم برگردیم به قدیم. آقا جان بعد نگاه کن زیر مانیتورم چی گذاشته بودم. پایه مانیتور جعبه کفش. سافت باکس رو نگاه چجوری درست کردم من. این چه عکساییه من یا اول. بیا برگرد. وایسا سافت باکس رو میخوام نشون بدم بهش. حاجی نگاه کن، اینایی که دارین میبینین جعبه کفش هاییه که توشون آلومینیوم کاری شده و توی اون جعبه کفش 2 تا نور انداخته شده و من برای اینکه نور این سافت باکس ها رو کم و زیاد بکنم باید روشون کاغذ آچار همینجوری پشت سر هم میچسبوندم که نور این سافت باکس کم بشه، چون دستی نمیشه مثلا لامپی که رو سقف میزنی که چیز کنی که. خیلی ولی تاجی سختی کشیدم توی مستاجری. تو بعد مادر من تا زمانی که اولین درآمد من نیومده بود دستم، واقعا نمیدونست دارم چیکار میکنم. نمیدونست دارم میرم تو اتاق اصلا کارم چیه، چیکار میکنم. ولی خدا را شکر یه مادری داشتم که واقعا حمایتگر بود، چون دوست داشت که بچه‌هاش به خیلی جاها برسن. قبل از این کار خیلی شده بود کارایی رو بکنم که به نتیجه نرسید، ولی مادرم همیشه پشت ما بود، حمایتمون کرد حتی زمانی که زمین خوردیم. و حاجی واسه یه پسر خیلی سخته که زمانی که فوتبالیسته داره فوتبالش خوب پیش میره به خاطر مشکلات مالی و خانوادگی فوتبالشو بذاره کنار. و همه پسرها یه مقطعی مجبورن این انتخابو بکنن، یا فوتبال یا درست کردن و خوب کردن شرایط مالی خانواده. و من بین این دو راهی قرار گرفتم و گفتم آقا مادر من یه حقوق بازنشستگی داره. مامان من اون موقعی که همه مثلا 20 تومن حقوق میگرفتن 10 تومن حقوق میگرفت و به خاطر مشکلات من فکر کنم مادرم 20 تا عمل جراحی انجام داده. 20 تا عمل جراحی حاجی خیلیه. مادرم از صفراشو عمل کرده، کمرشو عمل کرده، زانوهاشو عمل کرده، انگشتاشو عمل کرده. خیلی مشکل روحی حتی همچنان هم داره به خاطر افسردگی‌هایی که خب قطعا به خاطر نبود پدر بوده، مادر بوده، پدر بوده، همه کارهای خانواده بوده. و به خاطر من حاجی دستشو روی جلوی خیلی ها دراز کرده. به دونیت 5 میکا خانوم 550 تومن. میکا خانوم چی نوشته؟ این چی نوشته؟ بعد اون رو ببینید.
من داشتم احساسی صحبت میکردم دوستان. موفق باشی عزیز، قربون شما عزیز من. داشتم صحبت میکردم خیلی مواقع حاجی مادر من دستشو واقعا جلوی غریبه دراز کرده. من دیدم تایمیو که مادر من انگشترشو فروخت به خاطر ما انقدر پول نداشتیم و خیلی سخته حاجی که مثلا تو فکر کن پدرت بعد از 15 سال برگرده بعد بگه من اصلا زنم واسم مهم نیست، من بچه‌هامو میخوام و فقط اومده این باشه که بچه‌هاش برن فوتبال، اصلا مهم نیست چیزی میتونن بخورن چیزی نمیتونن بخورن. اصلا مثلا زن طرف که آقا اومده بچه‌ها تو 15 سال بزرگ کرده و از تو هیچی نخواسته، هیچی 0 تومن هم نخواسته، نه واسه خودش نه واسه بچه‌هاش و بچه‌هاش هم همینطور. خیلی تو باید پررو باشی که بیای و انقدر مدعی باشی که انقدر به بی احترامیات و به بی مسئولیتیات ادامه بدی. من بعد از اینکه 5 ماه 6 ماه فعالیت کردم روی یوتیوب، یهو همینجوری میلاد من و مادرم توی ماشین نشسته بودیم، بعد از تهران داشتیم برمیگشتیم شمال خونه خودم، بعد SMS واریز واسم اومد. اون موقع هم 2 تومن بود، اولین حقوقی که من از یوتیوب گرفتم 2 تومن بود. اون SMSش اومد، به مامانم نشون دادم، گفتم مادر من اولین حقوقمو از این کار در آوردم. بعد مادرم انقدر خوشحال شد، خیلی بوسم کرد، اشک شوق تو چشاش جمع شد. و شما هم همینطور باشین، اگه میخواین کاری بکنین جار نزنین آقا من میخوام این کارو بکنم فلان کارو بکنم میسر کارو بکنم. آقا نه، کارتو بکن، ببر جلو، به نتیجه رسید نشون بده. یه چیزی بهت بگم، داستان من تو برعکس بود. من بابام همیشه میگه تو آخر من میکنی تو زندان. من کاری و من حق و امنیت انجام میدادم، ولی اولین درآمدم که اومد گفت نه خوبه ادامه بده ولی دیگه آره حاجی اون موقعی که ما شروع کردیم نه مامان تو که باور نکنه و هیچکی باور نکرد، اوایل بود اینترنت اومده بود و من با 2 تومنی که اومد تو حسابم هیچ چیزیشو واسه خودم من نداشتم، چون مادرم از زمانی که ما بچه بودیم انقدر حقوقش کم بود، هیچ چیزی یه دونه لباس مادر من واسه خودش نخریده بود. توی این بازه تولد ما تا 18 سالگی من و برادرم که تازه به درآمد رسیدم من، و کل اون 2 تومن رو که میشد کل درآمد من توی 1 ماه واسهش مانتو و شلوار و لباس و اینا خریدم و خیلی حس خوبی داد اون موقع که اینجوری شد حاجی. کیک من نمیخوای بیاری نه؟ چرا یه وایسا. خب دوستان عزیزم، نیو دونیشن 100 تومن. گیتا خانوم متشکرم از شما. دونیت گیتا خانوم من بخونم. دمت گرم پسر، تو موفق ترینی. مرسی، متشکرم. سلام. هرچی که انگوش نکن تو کیک من. 60 تا بردار. 60 تا میذارم. به مناسبت 200,000 تایی شدن من آوردن رو کیک. آوردمت رو کیک. مهدی تو کیک. واقعا دم شما گرم آقا میلاد. دم شما گرم آقا میلاد. خیلی لطف کردید عاشقم. خب کیک نه الان تو کیکی یا کیک توته؟ داداش همه چی تو منه. خوبه. همه چی تو من جا میشه. خوبه. عالی. من چون سایزم از بیرون کوچیکه ولی از درون داخلش بزرگه. آقا یه سوال، این الان 2 کیلو و نیمه، ما 2 نفریم، یه نفری 1 کیلو میتونیم بخوریم؟ آقا میلاد اشک شادیه شم و نگاه کن که واسط میچکه. پدر میلاد چکه این بره. کام میلاد و بیا شیرین کن. آقا جشنو با این 431 تا عزیز بگیریم. 431 تا عزیز. 443 عزیز. بزن مرد کرده یا ابیو در نیار. ابی حرمت داره داداش، اینو باید بگیره تو دستت ولی بزنی ها. میسوزیم ها. چرا داداش؟ بچه‌ها باید ببینن. وای داداش این خیلی خطرناکه. واقعا خیلی خطرناکه. این اصلا داره زاویه دار میزنه. انت گذاشتی رو به صورت من، خود رفتی اومد. صورت من داداش اسنایپ نیستش که کلا 1 متر میاد بالا. آقا خیلی مبارک باشه. داداش من گوشی رو قسطی خریدم، هنوز قسط شما خیلی مبارک باشه برادر گل. سالت مبارک. مرسی ممنونم.
تولد مبارک. برو هلیومه. مرسی متشکرم از شما دوستان، خیلی قابل دونستید. متشکرم ازتون، لطف کردید. آقا همینجوری بی خود، همینجوری گفتم آقا بله ببر. توزه داشت دمت گرم پسر، تو موفق ترینی. این دونیت نیم ماله. ساعت پیش انجام شد. نه زده 2 دقیقه پیش. آقا من نبودم رفتم کیک اوه! خوردم. چه بویی رو انداخت میلاد. میتونم صورتتو بزنم تو کیک؟ بابا برو گم شو اونور. میشه؟ نه بابا برو اونور، بابا میخوام کیکمو کیکو با بخورم. دست ندارم بزنم نه صورتت. نمیخوام. آقا یکم. نمیخوام. میتونم آقا. کیکو گاز بزنم؟ نه. هیچ وقت این کارو آقا نکردم. وایسا. هیچ وقت این وایسا. کارو نکردم. میخوام کیکو گاز گوشیم سوخت. بزنم. الان من هزینه گوشیمو به بدم. درک. آقا وایسا. من بذار یه دقیقه. نه یه لحظه صبر کن. نه تو نه کار دارم واقعا. نه، واقعا من- کار دارم. آقا وایسا. میگه چنل 175 تا شد. داداش امشب چنل 1 میلیون چی شد؟ چنل کیکمون الان چند نفره؟ خب آقا وایسا. میخوام واقعا گاز بزنم. نه وایسا. آقا دمبله اومده. آقا وایسا. دمبله میگه من دونیت کیک کرد. میخوام. بی زحمت دمبله دونیت هم کرد. دمبله توپ طلا رو برده این. خب آقا مهدی ای فوتبال نمیری بذار شدنده مبارکش با 3 تا قلب. ای فوتبال امشب امشب فقط جاز چت. آقا وایسا. میخوام گاز بزنم نه اینجا. وایسا. قبول تو دارین؟ حاجی چقدر سنگین. مهدی بسته نگاه. 2 کیلو 700. مهدی بسته نگاه. بکوبم تو صورتت. نکن آقا. بابا کرم دارم. نگاه کن. آقا اگه میخواید بزنم تو صورت مهدی. منه صورت حاجی مهدی. منه نگاه بکوب. منه نه نه نگاه. ارشیا میگه بکوب. نه ارشیا به خدا همینو میکنم تو صورتت. چرا همه دارن میگن لخت. کیا میگه صورت. بیا کیا داره میگه صورت. یه لحظه اجازه بده. کیا داره میگه بکوب. بابا میلاد میشه گمشی اونور کیکو ببینه. نگاه. آقا واقعا هم سرمو گاز بزنم. دستمال بیار واسم. سرت گاز میزنی. آره چون سرشه بعد دستمالم باشه. وایسیم کی دونیت کرده. کیه؟ مسی گل هست نف. این گوت تو ترکیه چیز ببین دیگه این است. بازی با من شروع نکنین ها. همین صدرا به عشقت میخوام سرشو بخورم. چیشو بخوری؟ سرشو. نوش جونت بخور. آقا تهش هم میتونم بخورم. وای کیکی شدم. نوش جونت. کیکی شدم. تو که می‌خواستی سرشو بخوری، سرشو بخور دیگه. سرشو میخورم واسهتون. سرشو بخور. سرشو میخورم. سرشو بخور. 3 2 سرشو بخور. سرشو بخور. وای سرشو بخور. من واقعا عاشق سرخوریم. سر پر ولی باشه. میتونم با شوخی هم بکنم وسط کار. نه میلاد میکوبم تو سرت. این از این شوخی های جلف با من آقا نکن. این چی میگه؟ شورت تو در میارم آتیش میزنم به خدا. اون که قرار لباس مسی رو آتیش بزنی. مسی رو آتیش بزنم خودت. آره. ببین کارت مسی هست، لباس مسی هم هست، گزینه‌های زیادی بک‌گراند هست واسه آتیش زدن. کارت 99ش. آفرین. کارت 99 ارزش نداره. کارت ای فوتبال یه 105 اون بالا هست. من دوست داشتم اینو کلا از بازی حذف کنم که رونالدو بالاترین اوورال باشه. ولی الان زلاتان حرومانه اون 110. آقا این کیک چی میگه؟ بابا خفه شو ببینم آتیش بزنم یا نزنم. من داره میگه. آقا من سرشو میخورم. نکنی این کارا رو نکنی میلاد. به خدا میزنم تو صورت. نمیخورم. گم شو اون. آقا گم شو اون. آقا نکن. کپک. آقا بخور سرشو بخور. سرشو خور. من می‌خواستم صورتتو بکنم تو کگالا چیز شد دیگه. آقا بیا رفیق ما بی جنبه است. اصلا جنبه نداره ای بابا. این چجوری؟ چقدر جذابه ای. داداش میشه به هر چیزی که لقه و دراز دست نزنی؟ من دوست دارم دست بزنم. چیزای دیگه هم هست. ولی لغ نیست. چرا؟ بستگی داره چه تایمی اقدام کنی. الان لغ نیست. ببینه. خب دوستان عزیز من، چی می‌خوای الان دیگه نشون بدی؟ داداش میخوام 4 تا عکس داشتم حرف میزدم تو این نفهم همینجوری پا با رهنه پریدی وسط حرف من نپریدم. ایمان پرید. ایمان جان داداش خوبی؟ آقا داشتم بهتون توضیح میدادم. خب. جعبه کفشو نگاه آقا میلاد. من با این 20 صاحب صاف باکسم بود و این شروع ریسه ها کردم چند به خریده کار. بودی؟ این ریسه ها حاجی واقعا نخریده بودم. خالم کادو داده بود، رفته بودم از انباری آورده بودم. خب. بعد کیسم و حتی حاجی انقدر پول نداشتیم، سیستمم نداشتم. من خالم اومد 2 میلیون دادش به یکی که آشناش بود واسه من یه سیستم بست. بعد من همینجوری به مرور که کار کردم پول گذاشتم سیستم رو لول اپ کردم و اینا. یه لپتاپ اون گوشه بود فقط نمیدونم اون واسه کی بود. فکر کنم حسین از انباری پیدا. اون نمیدونم واسه کی بود واقعا. حسین جان داداش عشق.
اون شاید یه ذره مثلا وضعمون بهتر شده بود، رفته بودم خریده بودم و اینا، ولی اونم داغون بود. اونو بعداً دوباره فروختیم. اینجا کیست از بالا کی از این دکورم خدایی نگاه کن، ریسه شوفاژ همین با یه مبل. صندلیتون هم خوب بود داداش. صندلی من نگاه، صندلی من این بود. نه اینو کاری نمی‌کنم، صندلی قبلیه این پیرمرد هستن میرن دم در. صندلی من این بود واقعا دارم میگم. بعد ازم میان میگن من صندلیم گیمینگ نباشه شروع نمیکنم. و حاجی یه موضوعی که هست، چه گازی زدم سرش خوردی دیگه. من حاجی واقعا خیلی سخته تو بدون پدر بزرگ شی. خیلی سخته این موضوع که اول از این که تو وقتی که به درآمد نرسیدی خیلی فشار میاد به مادر خانواده یا کسی که سرپرسته، که تازه ما 2 نفرم بودیم. باید مادر من هم خرج خودش بود که اصلا واسه خودش کاری نمی‌کرد، واسه من داداشم باید میذاشت، هم از اون طرف بهش دوبله فشار میومد، هم از این سمت که ما زمانی که به درآمد رسیدیم و مادر من دیگه بازنشسته شد دیگه نمیتونست کار بکنه، باید من و داداشم گفتیم که آقا فوتبال بذار کنار، فوتبال چیه، فقط بچسبیم به کار. و زمانی هم که چسبیدیم به کار چون نبوده پدر احساس میشد، ما باید فقط به فکر این مستاجریه می بودیم که آقا کی سال بعد قراره بلند شیم. کی کومون صورت رفیق داداش من میشه حداقل بیشتر دونه کی کومون زره سابسکرایب تو دوست نداری خدایی بو. ببین این منو قسم داد چی؟ خب وایسا، گفت اگر این کارو نکنی سابسکرایبرات دوست نداری بلند شو. وایسا نه وایسا بلند شو. وایسا اگه میخوای بکنه باشه یه 200 دونیت کن داداش. من 200 خودم دونیت میکنم. بلند شو. آقا صورت من چیکار مشکل داری؟ داداش من آقا میخوای بزنی بیا. خب بیا خودش زد. دما هم شبیه این چیزا شد. آفرین باریکلا خوب بود. نه آقا خدای دارم من صحبت میکنم جدی مرد حسابی. آخه مرد حسابی من نیازی به اینترنت بکشم لخمشم تتم زدی. صاف باکس من نگاه کن. این چی بود؟ این دیگه که من شک جانم. ویهان 50 تومن دونیت. زده؟ سلام داش مهدی، به خاطر من شورت مصری رو آتش نزن و عموسام رو ببوس. چشم. چون آقا ویهان گفت چشم. درود به شرفت عشق من. این چی بود من گذاشته بودم. نه دبه ما این نمیدونم چی بود واقعا، ولی چون این فکرم نور بود اینجا معلومه. این نور نور 3 زده بودم. چی؟ نور 3. الان من 2 تا نور دارم. یه نور گذاشته بودم که نور 3 باشه پر کننده باشه. آجی پلچیمام ذهنم به کجا میرسید. بعد نگاه میله پرده بود دوستان، میله پرده پایم بود. الان خدایی به هر کسی که بخواد یوتیوب شروع بکنه اینا رو نشون بدی همه میگن آقا بیا برو بابا. واسه همینه که دارم میگم واقعا حاجی من به شخص خیلی سختی ها کشیدم که به اینجا برسم و فقط هم عشق به کار بود. اگر عاشق کارت باشی هیچ محدودیتی جلوتو نمیگیره. اگر واقعا عاشق کارت باشی صاف باکس نشد، جوه کفش نشد، میگیری آقا هر جوری که شده درست میکنی کاراتو پیش میبری. ولی الان حاجی انقدری دارین سخت میکنین کارو واسه خودتون که هیچ وقت شروع نمیکنین. کمالگرایی مساویه با شروع نکردن. تموم. حاجی میخوام یه ذره از چتا رو جواب بدم، یه ذره صبر کنین. میخوام یه مقدار از چتاتون رو جواب بدم. مرسی. اولین ویدیو مهدی پسمون ندیدم تا حالا. من دیدم برو ببین. بیار بالا. اولین ویدیو مهدی پسمون واقعا ندیدم حاجی. خب استریم کی کیک حاجی کیک خیلی کلمه به نظر من میتونه واقعا یه کلمه چیزی باشه. خب مهدی پس بیا. حاجی مهدی پس مشاهده کانال. آقا وایسا من این موضوع رو یه دست صبر کن توضیح بدم دوستان. دونیتی که بچه کرده بودن آیا هنوز هم دوستی کامل؟ چرا بقیه‌اش ننوشتی؟ بچه‌ها من ترجیح میدم راجع به این موضوع صحبت نکنم حقیقتا، چون صحبتی نشده و من دوست ندارم که شروع کننده این صحبت باشم. ولی
دیگه به نظر من به یه تایمی رسید که هر کی رفت سمت چیزی که دوست داره، رفت سمت موفقیت‌های خودش، حالا به هر دلیلی، و امیدوارم که همه موفق باشن، همه به موفقیت برسن. من به شخص خودم همیشه موفق شدن رفیقام، واقعا میلاد من میشناسه، این یه چیز اصلا چیزی نیست که مثلا بگم واقعا دارم سیاه بازی میکنم و نه. من همیشه از ته دلم یا با کسی رفیق نمیشم، یا اگر رفیق بشم بیشتر از 100 خودم واسش میذارم. برای همینه که همیشه من تنهام، به خاطر اینکه آدم‌ها رو خیلی محتاطانه انتخاب میکنم برای رفاقت و تا ابد باهاشون میمونم و نمیدونم انشالله که همه موفق باشه. الان نیستی منو داری 7 سال بی خیلی شتم اینجا هم داداش میدونی چه موضوعی هست؟ این که میلاد من از بچگی حاجی تنها بودم و دیگه یه طوری شده که واسم عادت شده که این مسیر تنهاییه، این که تنها ادامه بدم چیزی و تنها شروع بکنم، تنها فلان کارو بکنم، این توم عادت شده و میرم حاجی جلو میرم و همیشه حاجی این میلاد خوبی میمونه، همیشه خوبی میمونه، همیشه خوبی موندگار، خوبی همیشه میمونه. من حقیقتا دوست دارم که واقعا بچه‌ها موفق بشن، واقعا، چون یه تایمی خیلی من باهاشون رفیق بودم و خیلی از ته دلم دوستشون داشتم و میدونم که همه بچه‌ها که با هم دیگه رفیق بودیم چه سختی‌هایی کشیدن و 100% همه کسایی که من باشون رفیق بودم و میدونین به خاطر سختی‌هایی که کشیدن لیاقتشو دارن 100% به چیزی که باید برسن. آرزوی موفقیت میکنم واسه همشون و اینکه ایشالله بالا بالاها ببینمتون و اینکه بیشتر از این خیلی به این موضوع نپردازیم و از این بحث بگذاریم. ممنون میشه. مرسی ازتون. چیکار میخواستم بکنم؟ میخواستم برم ویدیومونو حاجی ببینیم. استریم آقا جان ببین من چه ویدیوی پخت و پس کرده بودم. ببین اون موقع 10 دقیقه ویدیو داده بودم. رادیاتور هنوز هست. تنها خلاقیت که من به خرج دادم تصویر رو فلیپ کردم برگردوندم. بذاریم چی میگفتم. سلام و خوش اومدین به چنل پی اس مون. خب دوستان چنل پی اس مون یعنی از همون اول قرار بود من چند چنل داشته باشم. خوش اومدین به چنل پی اس و اولین ویدیومون در این چنل. برای اولین ویدیو قراره که ما هم دیگه بریم بررسی کنیم 2 تا از بازی‌های خیلی مطرح و زیبا رو. قراره که با هم دیگه بریم بررسی کنیم فیفا 21 و پی اس 21. الان یه سری‌ها میگن که پی اس درست نیست، پس درسته. از نظر من پی ای اس کلن ببین همه چی رو زیر رو کردم. یعنی گفتم نه پس درسته نه پی اس درسته، پی ای اس درسته. ریدم به کل کریر پس. از اولم خود بود. اصلا کلا یه چیزی میگفتم که فکر میکردم درسته. یه خلاقیت انی هستم ولی نبودم. از همین الان اعتراف میکنم. ولی میدونی خوبیم چی بود؟ خوبیمون که از همون اول کار کوالیتی کار رو حفظ کرده بودم. حتی که از همون اول میکروفون گذاشته بودم. کشف جدید بریم یه سری از چهره‌ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، گیم پلی و گزارشگر و تماشاچی‌ها و یه سری خورده‌ریزا رو با هم دیگه مقایسه کنیم ببینیم که این 2 تا بازی برای چی انقدر طرفدار دارن، همین طرفدارشون واسه چیه و کدومشون رو دانلود کنیم بازی کنیم. توی این ویدیو قراره که من خیلی عادلانه و بدون کدومشون رو دانلود کنیم بازی کنیم. یعنی این که من اون موقع فکر می‌کردم کسی به حرف من توجه میکنه و این ویدیو رو گوش میکنه میگه چون مهدی یه دونه ساب داره بهم گفته پس رو دانلود کن نصب کن، من فیفا رو نصب نمیکنم. یعنی اینقدر
هیچ تعصبی بازی ها رو ما بررسی کنیم بدون هیچ تعصبی، خیلی عادلانه. پس حتما این چنل رو ساب کنین، داشته باشین. یه عالمه ویدیوی خفن قراره که با هم دیگه بسازیم در مورد پی اس مخصوصا، و سابش کنین، زنگوله رو بزنین و حتما ویدیو رو لایک کنین. بدون معطلی بریم سراغ خود ویدیو. وای حاجی وای فقط لبتو نگاه کن ناموسن. تو رو قرآن تو رو ابوالفضل از این قسمت ها رد میشه. ویهان جان خوشگل من داداش مهدی، واقعا کارمو خوب کردی. تو همیشه الگوی من بودی داداشم. بابا داداشم من 3 سال تو رو دنبال میکنم و تو از تو بهتر نیست داداشم. اولا که من الگو هیچ کسی نیستم داداش. الگوت باید خیلی بزرگتره باشه. الگوت باید علیرضایی باشه، رونالدو باشه، کسایی باشه که واقعا موفقیتایی به شدت زیاد توی هر چیزی به دست آوردن، موفقیتایی که تونسته به مردم کمک میکنه، نه منی که نشستم دارم دلقک بازی در میارم میگم میخندم. و در هر صورت آقا ویهان عشقی. آقا یه سوال، تو میکروفون یقه‌ای داشتی یا همین میکروفون چیز بود؟ میکروفون یقه‌ای داشتم. الان چی مثلا می‌خواد هیت بدی الان؟ نه نامزد، چون یه آن از میکروفون یقه‌ای رفتی رو هندزفری بخاطر همین. هندزفری گذاشتم که صدا رو بشنوم. صدا خودت؟ ولی چون هیچی صدا نداشتم نمیدونم صدای چی رو میشنیدم. گذاشته بودم واسه کلاس کار. به خدا خودت داری کلاس کارم هم ریده بود. یعنی کلاس کارم هم ریده بود. الان که دارم فکر میکنم نمیتونستم. بررسی چهره ها. بررسی چهره سری میگیم، سری بررسی میکنی. توی میخوام ببینم خدای چجوری بررسی میکردم. ابوالفضلی ای بابا وایسای لحظه. توی فیفا قبل از امباپه به نظر من خود قیافه رو پی اس خیلی بهتر در بود. ابروها، مدل ابرو، دهن و اینا پی اس بهتر داره. راست با میگفته عدالت برام میگم بدون هیچ تعصبی. فرمینا رو فیفا خیلی قشنگ‌تر بود. اوبامیانگ رو فیفا خیلی قشنگ‌تر بود نسبت به پی اس. هالند و پی اس خیلی بهتر داره. خدایی درست میگفتم همه رو. به خدا همین الانم بودم همینا رو میگفتم. الان مثلا بیا من مثلا الان اینو نگفتم تو ویدیو دیگه، ولی همین الان میگم که پس بهتر در آوردش. لماندوفسکی و فیفا خیلی پی اس آگورا اینها رو 2019 من برای اولین بار اعلام میکنم به صورت رسمی. ساری بودیم و به خاطر اینکه مشکل مالی داشتیم نمیتونستیم ساری بمونیم، اینقدر داغون بود شرایط مالیمون، رفتیم. بذار من اینو توی فول اسکرین بگم. انقدر شرایط مالیمون داغون بود که از ساری کوچ کردیم توی بهشهر نمیدونم میدونی یا نمیدونی، یه شهری بین ساری و گرگان. تازه خود شهر بهشهر ببین کلن از این سرش تا اون سرش رو 10 دقیقه میری. انقدر شهر کوچیکیه و توی خود شهرم نه 10 دقیقه خارج شهر بهشهر مسکن مهر. و من ولقاز رو توی اون مسکن مهر گرفتم و هیچ کس نمیدونست تا الان که من توی مسکن مهر گرفتم. و یکی از سختی‌های کارش که اینو من واقعا جدی با چشم دیدم، چون واقعا با هم بیدار میموندی تا 5 صبح بیدار میموندی. نت چند تا بود؟ لود بالانسر گرفته بودی 3-4 تا مودم ایرانسل بود کانکت کرده به انقدر وضع نتش داغون بود، ولی اون موقع هم انقدر بیدار میموندی که فقط سر تایم برسونی ویدیو رو. خدایی آره حاجی خیلی سخت بود، ولی آقا به قرآن زنگ میزنم لطفاً یه انقدر تماس نگیرید باشم، به قرآن میزنم. نشدیم دیگه حاجی، ولی سخت ولی ترکوندی. آره خب 200,000 نفر بعد 4 سال. آره دیگه 4 سال 200 سال. پلی کن ویدیو رو پلی کن. حالا بخوام ببینم بعدش چیکس درست کردم. مثلا بعد از این ویدیو واقعا مثلا ویدیو بعدیام چی بود؟ آپدیت کرد پی اس گنز من فونسو دیوی یوتیوب استودیو. وایسا نه میخوام الان ویدیویی که پابلیکه مصدومیت مهدی طارمی آنبجا مهدی طارمی بازی کردم. خدایی ایده‌ام خوب بود، سرمربیشون هم دروازه‌بانشون هم خدایی خوب بود، ایده‌هام ابوالفضلی خوب بود. و اولین ویدیویی که از من وایرال شد ویدیوی ترفندهای کاربردی پس بود. این ویدیو وایرال شد و بعدش ویدیوی تتلو وایرال شد بعد از اینکه تتلو رو ساختم. تتلو واقعا ترکون، من واقعا کاری ندارم. تتلو حاجی واقعا خیلی اون موقع اونایی که من دنبال میکردن یادشونه. تتلو این یه چیزی بود به اسم چیزیز کلاب،
یه برنامه بود تتلو همیشه توش بود. خب چی بود این صحبت میکردن؟ یه کلابی آره. داشت. آره. نارنجی بود. آره. اسمشون یادم نیست. تتلو توی انقدر پخش شد توی این اینستاگرام و اون ریلز من اون موقع خودش 4-5 سال پیش 3 میلیون 4 سال پیش 3 میلیون ویو خورد و خیلی سختی کشیدیم تا اون فیس رو درست بکنیم. من شاید ندونین ولی من هولوش مثلا بهتون میگم 30 تا از ویدیوهای تتلو رو دیدم روی سرعت 25 صدم و فریم به فریم از نیمروخهاش از جاهای مختلفش کف کلش اسکرین شات میگرفتم و میفرستادم واسه طراح که اینا رو به هم دیگه بچسبونیم ما بتونیم تمام تتوهای نه چیزی تمام تتوهای تتلو رو با بیشترین جزئیات در بیاریم. قبل از ما هم تتلو ساخته بودن ولی به این جزئیات نبود و خود تتلو هم توی اون کلاب دید گفت خیلی خفن شده فلان شده و خودش هم خیلی حال کرد. من اشتباه نکنم لیتو هم رو واسه لیتو هم ساخته بودی بکنم لیتو هم روش ریاکت نه که ریاکت رو ویدیو یا کامنت گذاشته یا لایک کرده بود چون من یادم نیست نمیدونم ولی ترکونده بود اصلا یادم نیست. تمام پیج رپی ببین همه گذاشته بودن. فیس آریا رو ساختیم، کوروش رو ساختیم، پوتکو ساختیم، پیشرو، توحید، تتلو هم 11 تا رپر ساختیم، یوتیوبرها رو چند تا یوتیوبر فش سایلنت هم ساختیم. ولی خب بچه‌ها فکر کنم ندیدن یعنی اون موقع به دستشون نرسید یا سرشون شلوغ بود. حالا منم داداش الان انقدر دایرکتم 200,000 نفریم فحش سایلنت 2 میلیون نفر داداش معلومه بهش پیام دیده نمیشه. ولی خب آجی خیلی من خودم دوست داشتم درست بکنم. خودم مثلا افرادی مثلا فحش سایلنت رو واقعا دوست داشتم از قلبی. آریا رو اصلا نمیشه دوست نداشت، کوروش و میا رو نمیشه دوست نداشت. اینا یه سری چیزا بدیهیه دیگه توی یوتیوب فارسی. یه سری آدما رو دلی درست میکنی انگار ویدیو واسهشون انقدر دوستشون داری. من واقعا ویدیوهایی که واسه کوروش و آریا درست کردم فیسشون رو درست کردم واقعا دلی درست کردم چون کوروش اتفاقا تتو داشت و تتوهای رو گردنش خیلی سخت بود که توی ویدیوهاش برم در بیارم خیلی سخت بود ایناش. ولی خب آجی خیلی هنوز هم که هنوز اگر فیس کوروش رو نمی ساختم الان می ساختم. حاجی یه سری‌ها رو دوست داری آخه یه سری‌ها رو فقط به خاطر اینکه طرفو دوست داری انجام میدی. مثلا تو اگه رونالدو رو دوست داشته باشی شاید اون بازی چمپیونز لیگ فینال چمپیونز لیگ نباشه تو عربستان باشه با یه تیم دربیت ولی به خاطر رونالدو میری اون بازی رو نگاه میکنی. سر کوروش و آریا هم من همین جوریم واقعا. آریا، کوروش، میا، کمان ویدیوهایی که میذارن اصلا مخاطباشون گاهی اوقات به ایده ویدیو نگاه نمیکنن، به اینکه ویدیو چیه نگاه نمیکنن، به اینکه آقا امروز هم میخوایم کوروشو ببینیم و ازش انرژی بگیریم انقدر اون آدم رو دوست داریم نگاه میکنن. ولی واقعا کوروش میا ترکوندن. میدونی چرا؟ یا فکر کن فالوورات اندازه ویوت نیست بعد مثلا ویدیو رو میذاره بعد 24 ساعت 1 میلیون میخوره 2 میلیون میخوره ولی حساب اونقدر نیست میترکونه. خدایی من به یه چیزی معتقدم این که 100% مطمئن باش کوروش و میا دلشون پاک بوده خوش قلب بودن. چون من دیدم حاجی نمیدونم شما هم دیدین یا نه توی یه سری از ویدیوها هستن و میرن یعنی مثلا شاید رندوم باشه اون ویدیو. من دیده بودم یکی از طرفداراشون مثلا اینکه رفته بود داشون ویدیو گرفته بود و نگفتن نه نگیر. آره باش مثلا الان من شرایطشون هم دارم نه اتفاقا خیلی کول برخورد کردم ویدیوشون هم گرفتن. چقدر اون دختره باعث شد ویو بگیره و کمک بشه بهش. یه پسرم تو کانادا موتور سوار ایران رفت دم استودیو با داداش خیلی این چیزا خیلی این چیزا تاثیر داره به نظر من واقعا اعتقاد دارم به این چیزا که تو هر چقدر دلت مهربون باشه کمک بخوای بکنی به دیگران خدا همون قدر یا بیشترشو شاید الان نه ولی یه موقعی بهت برمیگرده. خب الان مهدی بزرگترین آرزو توی یوتیوب چیه؟ بزرگترین آرزوم توی یوتیوب یا بزرگترین آرزوم تو زندگیم؟ من حاجی بزرگترین آرزوم و هدفم توی زندگیم از بچگی تا الان و از الان به بعد اینه که هر آرزویی که مادرم داره و توی بچگیمون به خاطر ما فداکاری کرده از خودش گذشته که به خیلی از چیزهایی که میتونست برسه خیلی از جایگاه‌های کاری خیلی از موقعیت‌ها به خاطر ما فداکاری کرد و نرسید که از ما نگهداری بکنه
تموم سعیمو میکنم که و آرزوم اینه که همه هر آرزویی که مادرم داره رو واسش برآورده بکنم. تا الان تونستم یه مقداریشو، ولی باید خیلی بیشتر از اینا تلاش بکنم تا بتونم آرزوهای مادرم و اون چیزایی که ازش به خاطر من و برادرم گذشت و فداکاری کرد رو یه طوری چی میگن جبران بکنم. باریکلا بزرگترین تصمیمی که گرفتی و فکر میکنی که اشتباه این بود که با میلاد رفاقت کردی. نه، پروژه آخری که زدم بزرگترین تصمیم و ریسکی بود که گرفتم و همه میگفتن که اشتباه، من میگفتم نه، من میخوام این رو بزنم و به خودم ثابت کنم که میتونم. اینقدر بزرگوار دارم ولی برداشتم بگو خوردم. حاجی واقعا 4 روز نخوابید حاجی. اون ویدیو اصلا ببین میشد با پولش میشد 4 تا پروژه زد راحت. عکسمون نداری خوابیم نشه. 4 تا پروژه خفن میشه زد. آقا میگم عکسمون نداریم نشه خوابیم. 4 تا پروژه خفن میشه. میگم عکسمون نداری نشه خوابیم. این تیپ 21 برو آنلاین. خیلی بیشوره. جواب من نمیده. مهدی آقا میلاد تلگرام چک. من دارم میخونم، سری مینویسین. مهدی پس 21 دیگه میذاریم انشالله. یکم بعد داداش ایده ها بهتر باشه، ولی قاضی که اون موقع میگرفتیم من میشستم کنج دیوار، بعد یه ذره لول اپ بشه بالاخره. نمیشه با همون لول بذاریم که الان. پس من میخوام ولی قاضی مثل قبل بسازم داداش، هیچ لول اپی نکردم انگار تو زندگی. مهدی از اینسات پی ام دادم برو آنلاین بازی کن. پایتخت ولیغاز. الان من مثلا پایتخت ولیغاز چه جوابی بدم؟ پایتخت اون فیلم نه چیشو میخوای بسازی؟ نمیدونم. الان نقی میخوای بیاری تو پایتخت؟ نه یعنی نقی بیاری تو فوتبال؟ نمیگیره. داداش چطوری؟ چه خبره؟ خوبم قربان برم عشق من. از این سوالا خیلی دوست دارم. پک مسی رو ننویسین، میخوام آتیش بکشم شورتشو. ندی میگم اکت چه؟ مهدی چی میگم؟ مهدی اکت چقدر میره ارزشش؟ یعنی چی؟ میگه میگم مهدی اکت. اکت اکانت من نمیدونم داداش. اکانت چی؟ اکانت ای فوتبالم. مهدی داداش میلاد زکیپور همسایه‌مونه تو نوشهر. چشت روشن. ما داداش رامین رضاییان همسایه‌مون بود. نه شوخی میکنم. رامین رضاییان بچه سمسکنده است. سمسکنده یک روستای نزدیک نکا. من آدرس رامین رضاییان رو لو میدم، هر کسی خواست بره باش عکس بگیره. نکن آقا مریضی، من میخوام یکو بخورم. آقا چاقو داره به عکست میخوره مثلا. نه آقا نمیخوام. میشه دندونات؟ نه نکن آقا. خود کیکو ازت میگیره. اگر الگوریتم یوتیوب فردا عوض بشه و کارت نبود، چه مهارتی که داری که هنوز انجام بدی؟ عجب سوالی بود. مهربونی. چون دل مهربونی دارم. یه بارم با طرفدارش بیاد آنلاین فوتبال بازی کنه. بابا من 10 تا از این ویدیو گرفتم. اینا مخاطبایی ان که تازه اومدن نمیدونن. میلاد نمیدونم چی. حاجی یه سری می‌نویسین اصلا روش نمیشه بخونه. با من مشکل داری؟ نه با من مشکل داری؟ تا الان از الان یک پک پشیمون شدی؟ بله آخر هر ویدیو گفتم. خب توضیحات مخفی شده. چرا به خدا گفتم تو دونیتا به ابوالفضل؟ به خدا آقا، به خدا 2 بار دونیت شد. من به علی گفتم، به ابوالفضل، به جون مهدی چشم نمیخورم، به خدا نمیخورم. گفت نخور آقا، من نمیخورم. یکی بار یخچال خراب شد خدایی. آره برو. میشه قلبتو چاقو؟ نه آقا عجب آدمه. میکا خانم مرسی. میکا خانم متشکرم. کیکو بردار ببر، خودت هم برو. کجا برم؟ میخوام باید مخاطبم تنها باشه. نمیخورم دیگه. نکن.
چیز نشو. نمیخورم چشم. قربون شما برم. اشک شمو نگاه کن. چیزی نه چیزی آقا دکور میارم پایین. ببین نصف پول هایی که از من رفت و ورشکست شدن به خاطر میلاد غفاری بود. واقعا دارم میگم سر اون پروژه 1 میلیاردی ما فقط 100 تومن 200 تومن ضرر دادیم به خاطر این. من اصلا نه این بشر بزنم یارو چی بود؟ من یه کارگر بهش نیستم داداش. خب بس خب چته علی زودیاک اسمش اومد. از علی زودیاک دعوت میکنیم که توی لایو بنده حضور داشته باشه هفته دیگه. با علی زودیاک خیلی صحبت ها دارم که بکنم. علی زودیاک علی زلزله اسم مافیای علی زودیاک اومد. میگه از مافیای علی زودیاک چه خبر؟ به خدا ما هم نمیدونیم قسمت دوش که میخواد بیاد بیرون. فقط میدونیم ریکورد شده. همین. به خدا فقط همین میدونم. آقا اصلا کسی به من اشاره نکرد من سیو ترشتگنی داشتم توی مافیا علی زودیاک. میتونیم لو بدی از الان قسمت 2 رو؟ خیر ولی قسمت 2 شما با نمیگه. ولی خیلی دوست دارم سر به سرشون میذارم. خب آقا من لخ نمیشم. لخ نمیشم. میگه برقص. برقصه چی موزیک نداریم اصلا. خب همیشه لایو انشالله فکر کنم اگه خوب پیش بره همیشه و حمایت ها باشد ما هر هفته ویدیو میدونیم. آقا سوال ندارین از من بپرسیم؟ بریم دیگه. بریم نریم آقا میلاد بریم. من میگم بریم. رفیق ما رو نگاه کن. آقا زنگ میزنن بعد زنگشون هم بستن. میخوای بری زنگ منم بسته زنگ اونم بسته. خب چجوری زنگ میزنی؟ اینا ذات نجس تو فهمیدن چرا که جوابتو نمیدن. ما خرابه. میگه میلاد لخ شه. لخ میشی؟ بابا لخت من چیکار؟ آقا لخ شو به خاطر دل مخاطب لخ شو. میشه کله. کی زن میگیری میلاد؟ کو رفت بالا. کو بیار به بالا. خدا گفت کی زن میگیری. بیار بالا. به عمل فز نوشته بودن. کی زن میگیری؟ تو رو داره میگه. داداش من اگر و میلاد تو توی لایو مینوشت میلاد کی زن میگیری من نگفته که میلاد کی زن زیاد نوشت. رضا هم نوشت. رضا 2021 آر نوشته زن میگیری مهدی کی زن میگیری مهدی. نگاه داره تو رو میگه. نه چرا الان اسم من نوشتی؟ من دیدی من داشتم نوشت. گول می‌زدم. داش من بگیر خیلی. نیستم. تو میخوای بگی بنویسین میلاد کی زن میگیری. بنویسید مهدی. بنویسین میلاد کی زن میگیری. آقا زن میگیری میلاد. بیا اینا ها اومد. آقا زن میگیری میلاد. میگیرم چرا نگیرم؟ کی میگیری؟ کی میگیری؟ حالا کی میگیری؟ حالا دوستان من خیلی تلاش ها کردم برای اینکه آقا این باشه وسط سر بگیره. وسط کی من آقا میگیره پول میدی خیلی تلاش کردم. پول میدی؟ من خیلی تلاش نه کردم. پول میدی پول چرا؟ سال نقد بده من آقا بگیرم. کنسله. نمیاد خواستگاری. آقا پول سال نقد بده من همین الان میرم دوستان، میگیرم. هول و هوشه چند روز دیگر آقا میلاد به خواستگاری میرم. من فکر میخواستم نکنم. موی ایشون رو بزنم کچل کنم ولی خب متاسفانه این اتفاق رخ نداد به خاطر اینکه ایشون حالا گفتیم یه بار میخواد بره خواستگاری گم شه. یه بار که پشتمون رو تتو زدید دیدن بابا بیا باره بابا تتوهای چهار الان داره کچلم میکنه. داداش به خدا تتوهای داروبستی که زدی رو دستت به خدا خوشگل‌تر زدن. یه دونه که اسم اونها اینا داروبست اسم رو خدا این اون داروبست اینور اسم مادره. داروبست این چیه آخه؟ این چیه؟ تتو این ابوالفضلی چیه؟ چی مثلا فکر هنوز کردی راموسی؟ تکمیلش داداش نکردم. راموس عضله داره میزنه. اینورم پلی استیشن 1 PS1 یوتیوبر اصفهانی کی میشناسی؟ سینا ASP اصفهانیه. بگو یوتیوبر پرندی میشناسی یا نه؟ به قولی سینا اسب. خودش میگه اسب واقعا. سینا اسب. حاجی امروز تولد عمو فربوده. فربود فودیکو امروز تولدش. عمو فربود. عمو فربود تولدت مبارک. خیلی دوستت دارم. تولدش رو تبریک گفتم تو تلگرام. اینجا هم دوباره تبریک میگم بهت. خیلی دوستت دارم. خیلی خوشقلب و شیرینی عمو. یه غذا ولی به ما من ندادی. میلاد رو میلاد کراش زدم. ببینیم اسمش پسر یا دختره. دوستی داداش من با همه دوستم. ما با همه دوستیم. داداش من با هیچ احد و ناسی عدی بجی دوستم. من با همه. من چرا مثلا واقعا نمیفهم مثلا چرا یکی باید بنویسه مهدی با سمس تو دوستی. رفیقه. بابا قرآن حسام چند شب پیشم من پیام داد. حسامش. آقا من میگم سوال بچه‌ها هر سوالی هست بپرسین چون اولین استریم من میخوام جاز چت باشه فقط
شاید استریمای دیگه‌مون دیگه جاز چت نباشه. اگه سوالی داریم بپرسین دیگه. من احساس میکنم آجی دیگه بیشتر از این داره بورینگ میشه. آره کی میفورد. اما بعدی شما میام به خدا سرتو میکنم. میگه میلاد کی بچه دار میشی؟ من که نباید بچه دارشم. وایس بیا. وایس بذار بیارم دیگه. بیشور. برو بالا. اونجا تو نشون بده. نداره دوستان. من رفیقشم میدونم. دیدی مگه؟ آره. خوردی؟ بیا بالا. دیدم. برو بالا. برو بالا نیمون. عمو مهدی به خدا ببین اسم چیه تو؟ علیرضا به خدا من میدونم با تو یه بار دیگه اون سوالو بپرسی. چند قبلی چی شد؟ بریم ببینیم چند قبلی چند تا شد. فالو ناموسم بچه دار میشی. من داداش هنوز زن نگرفتم بخوام بچه دار بشم. کو تو رو میگه؟ من فکر منو داره میگه. میلاد چی لبو نه شدی؟ میگه لبو بده. بابا گم چه برو. ما میخوایم مهدی ام دبل تو چی شد؟ آقا از اون چنل من میکشیم بیرون. نه ناموسم ببین واقعا هیچ چی دیگه بهتون نشون نمیدم. واقعا هیچ چی بهتون ناموسم ببینم چند تا شده. تو سرچ کن. بزن دیگه. بزن. من اگه سرچ کردم که بلدم به گوشیم میزدم آیدیو. خدا لعنت کنه واقعا منو که اومدم همچین گوهی رو خوردم که اینو اومدم به شما نشون دادم. 191 حساب گرفت. هی امشب مانیتایز میشه این چنل. حالا اومدیم و مانیتایز شد. پولش کی میره؟ دو جیب کی میره؟ خرچنگ خوردم. یعنی ناموس کلیک بیت بودم اون موقع. ناموسم خوردی خرچنگ حالا؟ نه بابا داشتم ریاکت میگرفتم گوه خوردم الکی. تا حالا خوردی اصلا؟ آروین من میدونستی بهم آروین هم میگن. چرا؟ آروین و سنجاب ها. داداش آلوین خیلی دوست دارم بلغات دو میاد. اما آروین اول از این که نکن صداش میاد. آفرین این ادیت لایو بود. عشق مایی تو قلب مایی. گفت ولغاز دو میاد. نمیخواستم این چیز دیگه هم بگم دیگه نمیشه. ولغاز دو داداش دادم توضیح دادم سرانو کندی تو. توضیح دادم عشق من. گفتم ولغاز دو باید یه چیز با پروداکشن بهتر باشه، نه اینکه من اونجوری نشسته بودم روی ادیت میومد 4 تا تیر آهن. آقا عشقای من به عشق رونالدو عشق رونالدو خودت ببینم چی نوشته دونیت واسمون. لطفاً این فوتبال بازی کن. چش بعداً بازی میکنیم حتما. هفته دیگه ان شاء الله دیگه. بچا این چنل رو جان هر کی دوست دارین تو رو واقعا دارم جدی میگم. آقا گوش کن یه لحظه. منو داری میبینی؟ ول کن این چنل رو. ول کن آقا. من اشتباه کردم نکنین کن. دارم فالو ببین واقعا هیچ کدوم از رازامو دیگه بهتون نمیگم. واقعا دیگه بهتون نمیگم. من لو میدم بهتون. یه ذره شما گم شو بیا عقب‌تر. اونجا داره دوربین و کادر رو همه رو به هم زدی. من برام دکور عقب هم میزنم. میشه این چنل رو ببینن 194 تا ساب واقعیه. بابا دهنتو میبندی میلاد غفاری. ولی خدایی یه چیزی بهت بگم. گفتی پشیمونی از از سختی ویدیو ابلیو کشیدی. خب پروژه رو. خب ناموسن خب بگو خدا رو شکر میخواستم بری فقط. بنال آخه نمیخواد یادم زهرتو بزن. یادم رفت. زهرتو بزن. گفتی پشیمونی از ویدیو قبلی. خب نه میگم پشیمونی کجاش بعد سخته دونیت شد بس. بچه‌ها عشق دارن میرن دیگه پشت سر هم. دونیت من نه. فکر کنم امشب باید بریم عموسامو ببینیم. عشق خودت رونالدو و چنلت رونالدو. عشق دوست دارم. ممنون بعد 30 تومن دونیت. آقا این پسر هستش فوتبالیست چی بود؟ چند شب پیشش هم تو یوتیوب میدیدم یا دیدم تو اکسپلورش برام آورد. بابا سوال گوهتو میپرسی؟ میگم این با همش خر تو خر شد. سختی کشیدی؟ آره میگم از کجاش خیلی سختی کشیدم. حاجی یه چیزی بهتون میگم پشماتون بریزه. این ویدیویی که چی؟ وایس این ویدیو رو دوستان کدوم؟ این ویدیوی دیوار که 650 کی ویو خورد. سر این میلاد برق گرفتش. واقعی میلاد برق گرفتش و کل برق اون استودیوی 2 طبقه رفت و تنها شانسی که آوردی این که محافظ جان داشت و هنوز زنده است متاسفانه. حالا ان شاءالله دفعه بعدی چون کیک منو زدی تو قلبش و میکا خانم گفت این کارو نباید میکردی. اونو با من بود الان. بله من درصد شورم پایینه. الان نمیگفتی حالا را نمیفهم. بریم
حاجی یه گیفت دونیت داریم واسه 1 میلیونی. وای هنوز کسی اونو نزده. خیلی اونو دوست دارم. 1 یکی زده بود دیگه. نه واسه قبل بود. ها بازم دونیت بچه‌ها کرده بودن. به عشق خودت مبلغ سینو به عشق خودت. اونی که نوشته به عشق خودت، به عشق خودت، به عشقت. میگه میلاد بالاخره هر کی دوست تلگرامت داشته. گره بیا. خیلی دوست دارم. ممنونم بابت 30 تومن دونیت داداش. آقا دونیت اختیاریه. همین که داداش 30 تومن هم دونیت می‌کنیم واسه ما از سرمون زیاده. کیک ببره. جواب بده. بذار رو مایک. آقا رو ایرین شما بفرمایید. رو میکروفونی. آقا این کیک ما بارا بریم بابا مرتی که بخوایم کیک نخوردیم. آقا من میخوام یه کیک هم بخورم. نظری هم اگه اینجا. من سفره حضرت ابوالفضل میخوای بیای ببری؟ آدرس میدم هم بریزم اونجا کیک میمونه. نه برو. برو یه دونه اسلایس بهش ولش بده. کن آدرس نمیرسه به نه بچه‌ها. اسم رو قطعش کردم بابا ولش. آقا بلدش کنم. از بین ویدیوهایی که گذاشتیم من واقعا اگر به شخص بهم بگن کدوم ویدیو تو خیلی دوست داشتی، من واقعا ویدیوی لیزرم جزء محبوب ترین چیزی بود که خودم ساختم. دوباره زنگ میزنم. تو یه احمق داری. بله آقا. بچه‌ها رونمایی 3 ساعت پیش رونمایی 3 ساعت پیش شده. ببرم نداریم میای بچه‌ها یه ویندو اسلایس کپچر برام اضافه می‌داری میکنم می‌بری. واسهتون. بعد ویندو کپچر رو کوچیک بیا می‌کنم. بیا ویندو کپچر یه دارم رو لهله کیک میزنم. آقا چرا بیا له میزنی؟ بیا کاری نداری. خدا. بچه‌ها ویندو کپچر رو گذاشتم دیگه، از این بعد راحتیم. یعنی قیافه من نمیبینن؟ نه احمق. تو چقدر خدایا. بچه‌ها ببین من چی میکشم فقط دست این سر هر پروژه دیگه خدا رو شکر نداریم. یه ذره از نظر اعصاب و روان یه ذره موام داشت میریخت واقعا. یه کچل شدی. یه چیزی رو بگم بهشون یا نگم بهشون؟ به کی؟ به من؟ بچه‌ها من سر اون تایمی که چنلم پریده بود نمیدونم کیا یادشونه واقعا، بنده خدا. ولی عشق یه بنده خدا اینجا رو باش. سلام. آقا بیار. چطوری؟ چه خبر؟ داداشم اسمت چیه؟ من نمیدونستم قربونت برم. چه خبر؟ آقا ابوالفضل خیلی دوست دارم. بچه کجایی؟ داداش انقدر تصویر من نره، بذار من تصویر تو رو ببینیم. تصویر رو جابجا نکن. آقا ابوالفضل بچه کجایی؟ ایسا. یو ابوالفضل ابوالفضل مازندرانی ها امشب پرچم بالا متلقو. جانم ای راست میگه. حافظت رو برم. نشناختم ابوالفضل داداشم. خیلی دوست دارم حاجی. خیلی واقعا حال داد متلقو. تو خود بچه متلقو یاره؟ قربونت برم داداش فدات شم. خیلی خوشحال شدم. نمیدونی اقلان نه عملیده. نمیدونی نمیدونی یاخچه هرتی که خودم یه رگم همدانه دیگه. اما ابوالفضل عشق ما خیلی خوشحال شدم. منم داداش دوستت دارم. ان شاءالله موفق باشی. یه دست واسه بچه‌ها تکون بده. یه دست تکون بده. قربونت برم اما ابوالفضل. برو مواظب خودت خودت باش. باش. شبت بخیر. خداحافظ. فدات شم. خداحافظ داداشم. بعد میگن مهدی مردمی نیست. من تو ببین نه وایسا نشد. یه بار دیگه این شعری بود. تو دهنم اومدم این شعری بود. بچه‌ها خب من میخوام دونیتاتون رو بخونم. چتمونم حتی ریده میلاد اومد. من ریدی به OBS هم. من چت اومدم پایین. چه من کردم تو کردی. آقا من کردی نکنی زارش ادب. او وایس نکنه وقت چیزه. نه این به خاطر اینه که تو ریدی. من نه. تنها یک دلیل داشت. این بود دلیلش. درست شد. دیدی چقدر سری درست کردم. بچه‌ها من دونیت کردم. کی دونیت کرد حاجی؟ من نشینم خوندم که داداشم. آقا من می‌خواستم بهتون بگم از بین ویدیوهایی که روی مهدی پس ساختیم از نظر شماها چه حالا پروژه چه بلغات چه هر چیزی کدوم ویدیو واسهتون خیلی جذاب بوده؟ مخصوصا ویدیوهای اخیر. مثلا از ویدیوهای اخیری که ساختیم
چی شد؟ اینجا آقا ویدیو بده بالا. آقا امین چطوری؟ داداشم من تصویرتو ندارم. تصویر بده اینا. سلام آقا امین چطوری داداش؟ قربونت برم فدات شم. چه خبر؟ دورت بگردم داداش دوستت دارم. چه خبر؟ قربونت برم. چه خبر؟ چیکار میکنی؟ قربونت برم داداش. بچه کجایی؟ کجای تهران؟ الان میگه اسلام شهر. برین همه نیاوران. کوچه کجا؟ آقا گفتیم بچه اسلام شهر بذار لایو قطع کنیم بره. چرا داداش؟ بچه اسلام شهر داداش خیلی خوشحال شدم. مواظب خودت باش. بیا دیگه تو لایو. گفتی وی پی ان تو قطع کردی بیا تو لایو. یا بچه‌ها دست تکون بده. بچه‌ها یه دست تکون بده. یه دست تکون بده برای بچه‌ها. یاو. قربونت برم داداش مواظب خودت باش. خیلی خوشحال شدم. عزیز دلی. فدات شم. شبت بخیر. دوستان داشتم توضیح میدم شما دوستان گلم. خب کدوم یکی از این ویدیو همون رو دوست داشتید؟ خب بابا آقای رضا آردی زشته. چی میخواد؟ رضا 2021 زشته داداش. چی میخواست؟ چیزی نمیخواست. میگه میزنی؟ تو نمیزنی؟ بابی شما می‌خواستی ازدواج کنی؟ آره خاک تو سرت کنم. من جواب میدم آخه. بیکام لجند مهدی رو خیلی دوست داشتم. یوکاپ ولی دیت بالو نمیدونم چرا دوست داشتیم. واقعا خیلی خوب بود. دیت بال کدوم بود؟ رفیق ما نمیدونه دیت بال کدوم بود. شاشیدم تو این رفاقت. آقا اول ما کی منو دیدی ته؟ بگو اگه راست سر خب ویدیوی زمین فوتبالی که می‌خواستیم بگیریم شوت کنیم به کارتا اولین بار تو رو آره. دیدم. آره. بعد فکر می‌کردم حاجی میلاد یه آدمه مثلا قد بلند ورزیده. بعد مثلا من 2 سال با میلاد فقط تو چت داشتم صحبت می‌کردم. بعد دیدم یه آدم ریغو پشت سمن انگار یه چوب کبریت. سمن یه چوب کبریت نشسته مثل مطهر سگ لباس انداختن روش. اومد فیلم برداری نداشتیم. گفتم میلاد بیا فیلم برداری کن ازمون. داشتم یه بعد کاری گفت داداش من فیلم برداری عروسی رفتم، آتلیه رفتم. من نگفتم دیگه بعد دوربین گفتم فیلم برداریم عالیه. آره گفتی یه جا فیلم برداری رفتم یاد گرفتم. آره بعد حاجی نشست ما وایساده بودیم. نشستم زیر عکس گرفتم. گفتیم میلادم وای میسه من فیلم میگیره دیگه چیز مثلا معقولش این. بعد دیدیم میلاد نشست از پایین به بالا. بعد کج ولی خوب بود دیگه. واسه شروع بد نبود. حاجی دونیت این بنده خدا رو صفحه نیاد. اینقدر زرت و پرت کردی تو. خداش بنده خدا دونیت کرد. بذار ته. اینجا باید باشه. داداشم ببخشید عذر میخوام من دونیت خونده نشد از من بود. آقا محمد علی در 30 تومن دونیت کرده. داداشم فدات شم خیلی لطف کردی. دستم درد نکنه. به عشق رونالدو و رونالدو فن ها. مهدی ویدیو واقعا عالی هستی و از ای فوتبال اگه چیزی نداره خیلی ویدیو خفنی. واقعا دمت ویدیو خفنی رو بردی دمت کرد. مشتی هستی پردرفتن عشق منی حاجی. واقعا همین که شما متوجه شدی که ای فوتبال چیزی نداره و ما داریم ازش تولید محتوا میکنیم همین واسه من خیلی چیزه خیلی با ارزشه واقعا. چون چی نداره ای فوتبال. استقلال یا پرسپولیس داشت. من استقلالی بودم اون زمانی. الان کجایی؟ آرش برهانی و فراد مجیدی و میلاد میداودی و خسروی دری بودن. الان فعلا فقط طرفدار پرتغالم. النصر هم خیر. تیمی که نداره. من که اصلا طرفدار فوتبال نیستم. تو اصلا مهم نیست آخه جون. خیلی ممنونم. اصلا حضور شما اینجا خیلی مهم بود. البته ببخشید رفاقت بو. حاجی من دوست دارم بریم یکی از ویدیوهای بچه‌ها رو خیلی دوست دارم بریم ریاکت کنیم ببینیم یه ذره بچرخیم چیل کنیم. واقعا من دوست دارم تا ساعت 3 صبح اینجا باشم. میلاد یه غذا میتونی درست کنی؟ الان یه داری من میندازی بیرون؟ آره دیگه. چی درست کنن؟ هرچی. چی بذارم؟ برو کیک نظری حسین بعد بره. نیاده که. بهش بگو اومدن یه 2 تا. میلاد. بچه‌ها میدونستی میلاد فامیلیش پیشوند داره؟ چی داره؟ خودم هم نمیدونم. 6 ساعت پیش 9 ساعت پیش 9 ساعت سطح من سوادت 6 دیدم. سطح سوادت شاید 69 شدم. دیدی. این خانم چینی اومده. یس جنگ نمود سینگیدی. آقا من میگم آروم آروم بریم دیگه.
واقعا دیگه، چون دیگه خیلی خیلی حوصله داره. سربر میشه. منم نمیخوام آره. حوصله که سر بره. آقا جان عشقای دل من، هیچ وقتم نمیتونم این کارو بکنم. خب ببین آقا هفته بعد با میخوای چیکار کنین تو لایف؟ موزیک بدرقه شما رو من میخوام راهی خونه های زیبایتان و تخت و لحاف های گرمتان بکنم. مشهد بوده اینجا؟ درست اصلا معلوم نیست اون دارید اشاره میکنید. بله بچه های عزیزم، داداشا خیلی دوستتون دارم، خیلی واسه من ارزشمند بود حضورتون و اینکه تشریف آوردین، عشق دادین، خیلی خیلی دوستتون دارم. خیلی تمام تلاشمو میکنم که هر جوری که شده از همه نظر، چه استریممون که این اولین استریممون بود، واقعا سعی کردم که با کوالیتی خفنی، طراحی‌های خفنی، دکور خفنی در حد خودمون واسه جشن گرفتنمون باشه و اینکه خیلی خیلی دوستتون دارم. ایشالله اگه حمایت ها همینجوری باشه ما هر هفته جمعه ساعت 7 شب به عشق رونالدو، یادتون نره که شاید گاهی اوقات به خاطر آقا مسی فنا ساعت 10 شب هم بذاریم، چون ما تبعیض قائل نمیشیم. من تمام تلاشم اینه که صلح راه بندازم. مسی رو دیدی شورتش آتیش نزدم، این به خاطر عشق من به آقا مسی بود. دوستتون دارم زیاد. به چشای میلاد میاد. خدا نگهدارتون. هفته دیگه میایم پیشتون. خدا فز. آقا اگه دوست